غذا رسانی 14 فروردین، ظهر ساعت 1:15. اثری از حنا و مامان نیست. این دوتا دوقلوها بچه هاشون رو به دنیا آوردن. روزی خانوم دست راستیه، دستش زخمه. کوالا نه، حالش خوبه. میزونه الهی شکر. کاش همه حواسشون به گربه ها باشه، خصوصا تو فصل بهار که همهشون بچه دار میشن و نیازمند غذا هستن برای شیردهی. الهی شکر.